دادگاه نوع اسماعیل سامونی شهر دوشنبه روز 18 دکامبر اسرارالدین رازقوف پسر زبیدالله رازقوف یکی از رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با جرم همکاری با سازمان ممنوع به 5 سال زندان محکوم کرد. اسرارالدین رازقوف که در بازار کاروان شهر دوشنبه لباس کودکانه می‌فروخت ماه ایون دستگیر شد. ماه سپتامبر در یک فیلم با نام خیانت در تلویزیون تاجیکستان گفته شد که او از نمایندگان حزب نهضت اسلامی پول گرفته به خانواده‌های اعضای زندانی این حزب تقسیم میکرد. رضاگل رازقوف مادر اسرارالدین میگوید پسرش را بی اساس زندانی کردند. پدر او زبیدالله رازقوف 76 ساله سال 2015 در قطار 12 تن دیگر از رهبران حزب ممنوع شده نهضت اسلامی بازداشت گردید و به 25 سال زندان محکوم شد. اسرارالدین پسر زبیدالله رازق را به 5 سال زندان محکوم کردند.